رژیم به دلیل ریزش شرشر نیروهاش تو وضعیت درب و داغونی قرار گرفته. اگه جاهای دیگه با قحط الرجال مواجه میشن، تو رژیم بحث احتمالاً قحط المارمولک و ایناست. اگه خاطرتون باشه چند هفته پیش که خامنه‌ای یه مش شعرفروش مزدبگیر رو تحت عنوان ادیب و شاعر و اینا جمع کرد دور خودش که متش رو بگن، یه برنامه هم کنارش گذاشت برای به به و چهچه همین بادمجون دور قابچینی. یکی از کسایی که تو اون برنامه به اسم شاعر شرکتش دادن، مارمولکی بود که این دفعه که آوردنش تلویزیون تو زیرنویس براش نوشته بودن مستندساز روزنامه نگار. در عین حال تو همین برنامه معلوم شد که این یارو کاردار رژیم بوده تو سفارتشون تو افغانستان. من وابسته فرنگی جمهوری اسلامی ایران بودم در مزار شریف. این دفعه راجع به یه سری از پاسدارای کشته شده رژیم تو درگیری‌های افغانستان داشتن صحبت می‌کردن. تبلیغی که برای این پاسدارا می‌کردن خودش خنده‌دار بود. طبق معمول اولش گندگویی‌های آخوندی پاسداری بود. ببین حاج نادر، یک اتفاق شگفت‌انگیزی افتاده، موضوعی که فکر می‌کنم باید به تمام کتاب‌های درسی ما راه پیدا بکنه. خب این از کتاب‌های درسی. دیگه این نام و این ماجرا را جوانانی به خاطر بسپارند که تصویر چگوارا را به دیوار اتاق‌هایشان می‌چسبانند. حالا به این پاسداره که قرار عکسش بره جای عکس چگوارا بعداً میرسیم. در مورد یکی از این جمع پاسدارا که زنده مونده اینطوری توضیح میدن. ایشون از همکارای ما بودن در سفارت ما، در اینجا از دیپلمات‌های شاغل در سفارت ما بودن. این بزرگوار به طرز معجزه‌آسایی، یعنی لغت معجزه را الان اینجا میفهمن که میگم. وقتتون رو برای شنیدن رود درازی‌های این پاسدار بسیجی‌ها تلف نکنیم. خلاصه داستان معجزه تازه به روایت خودشون این بوده که دو تاشون تو صحنه که تیر خورده بودن زنده بودن، ولی این یکی معجزه‌گره که پاش تیر خورده بوده اونا رو ول میکنه و بهشون هیچ کمکی نمیکنه و خودش در میره. لابلای حرفاش این یارو گیجه شروع کرد به لو دادن مسائل دیگه، همینجا دهنش در میرفت. اول در مورد ماهیت این نفرات به اصطلاح دیپلمات رژیم. اینو توی پرانتز بگم، این بچه‌هایی که توی دوره پاسدار بودن و شاید تا مدارج بالای سپاه هم اومدن، بعد رفتن مثلا تو وزارت خارجه، رفتن تو سازمان فرهنگ ارتباطات، رفتن توی کمیته امداد، بعد مأمور به خارج کشور شدن. همیشه به سببی که این آدم یه دوره‌ای در نظام مشغول بوده، ما مشکل داریم که اینا رو مطرح بکنیم. راجع به کارا یکی از اینا بیشتر توضیح میده. تازه اینا حرفای 10 آب شسته شده شونه تو تلویزیون خود رژیم. ایشون کمک کرد در 2 نوبت 3 نوبت بین 30 تا 40 تا 50 تن کتاب رو، کتابای بله با هواپیما منتقل کردیم به مزار شریف و در مدارس توزیع کردیم. یه کار عجیبی دیگه ایشون کرد، کل شهر تا شعاع چند کیلومتری کانال‌ها 1 و 2 ایران عادی رو تلویزیونشون بگیرن. عجب، خیلی عالیه. شما یه شهر تقریبا 800,000 نفری، 1 میلیون نفری رو با روستاهای تا شعاع چند ده کیلومتریش بتونی پوشش بدی با یه همچین مبلغی. گفت بله انجام میده. اومد و انجام داد و تست کرد و شد. با آقای ناصری و دوستان وزارت خارجه و رایزنی فرنگی کمک کردن و تا وقتی که مزار سقوط کرد و دست طالب افتاد، تو این 2 سال هر شب مردم سریال میدیدن. خب اینم از فعالیت‌های دیپلماتیک. وقتی گیجبازی این یارو دیگه از حد گذشت و شروع کرد بند رو در زمینهای مختلف آب دادن، با ایما و اشاره و چش ابرو بهش گفتن که قطع کنه. اینم آنچنان ساتوری و زمخت قطع کرد که فکر کنم فقط خودش نفهمید چی شد. از قبلم خیلی چیزا هویدا بوده، پلی بک ها ما اینو میگه، مستنداتش هم هست، تا جایی که در واقع گم کردم حرفمو. بریم پلی بک رو برگردیم. من به صحبت های برجادی هم خیلی صحبت جالبی هستش، روشنگری میکنه. بعد یه پلی بک دیگه هم از 9 که اون وحید الله هم بشنویم، هم پشتبندش بریم اصلا. رفتن و دیگه برنگشتن. انشالله که کل رژیم به زودی زود به همین شکل میره و دیگه برنمیگرده.